دوستان و هموطنان بسیار ارجمند و گرامی، شما را به این برنامه خوش آمد گفته و از خدای متعال، خدای حی، همان خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده، از او میخوام که به شما سلامتی کامل بده. یعنی از نظر روحانی، جسمانی، نفسانی، فکری کاملا سالم باشید. عزیزان، امروز مطلب خیلی جالبی میخوام خدمتتون عرض کنم و اون موضوع اینه که کلمه خدا چیست، کیست و معنی اون چیست. برای اینکه این موضوع برای ما باز بشه، روشن بشه و ببینیم چه چیزی در مقابل او داریم، چه وظیفه‌ای در مقابل این کلمه داریم و این کلمه چه کارهایی برای ما انجام داده. عزیزان، بیایید با هم یه دعایی بکنیم. خداوندا، در نام عیسی مسیح زنده و مقتدر از حضورت می‌طلبم که به ما بفهمانی کلمه خدا کیست و چرا این اسم اطلاق میشه و چرا این کلمه وجود داره. کلمه خدا چیست؟ کلمه انسان را میدانیم، اما کلمه خدا کیست و چیست؟ و آیا این کلمه واقعا برای همگان صدق میکنه یا نه؟ پس خداوندا کمک کن، فکرها و ذهنهای ما را باز کن و خودت برای ما توضیح بده، زیرا برای جلال نام یکتای خودت میطلبم، به نام عیسی مسیح ناصری، آمین. عزیزان، کلمه خدا در انجیل یوحنا باب 1 آیه 1 تا 3 براتون قرائت خواهم کرد. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود. پس عزیزان، ما میخوایم ببینیم که معنی این کلمه چیست و کیست. برای اینکه بهتر برایمون روشن بشه، واضح بشه، در رساله به عبرانیان چنین میخوانیم. از آیه 1 تا 4 براتون قرائت خواهم کرد. خدا که در زمان قدیم یا سلف به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود، در این ایام آخر به ما به واسطه یا به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمیع موجودات قرار داد و به وسیله او عالمها را آفرید که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده. چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید، به دست راست کبریا در اعلی علیین بنشست و از فرشتگان افضال گردید، به مقدار آن که اسمی بزرگتر از ایشان به میراث یافته بود. عزیزان، در این جملات، در این آیات مطالب زیاده، اما چون وقت ما کمه فقط اشاره می کنم که کلام خدا می فرماید عیسی مسیح همان کلمه است که فروغ جلال خداوند هست و خاتم جوهرش. یعنی دیگه خدا بعد از اون چیزی نداره بنویسه، تمام شد، تمام وجود خدا را نشان داد، اراده خدا را انجام داد و باعث برکت و نجات دنیا شد. او که نور عالم هست، اون خاتم جوهر خداست و میگوید وقتی طهارت گناهان را به اتمام رسانید، یعنی عیسی مسیح وقتی روی صلیب رفت و کار نجات را تمام کرد، روز سوم قیام کرد، بعداً به دست راست خدای بزرگ بنشست. پس
تا اینجا میبینیم که کلمه خدا یعنی کسی که تمام اراده خدا، تمام وجود خدا را به ما نشان داده، فروغ جلالش بوده. بعد در کولوسیان، رساله کولوسیان باب 1 آیه 16 و 17 چنین میخوانیم. در کولوسیان باب 1 آیه 16 و 17 میفرماید: زیرا که در او، یعنی عیسی مسیح، همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات، همه به وسیله عیسی مسیح آفریده شد، برای او و به وسیله او. و او، عیسی مسیح، قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد. پس در اینجا میبینیم که عیسی مسیح شد آفریدگار، یعنی کلمه خدا، یعنی بیان کننده اراده خدا که همان عیسی مسیح است، همان فرزند خداست، آفریدگار و به وسیله اون خدا جهان را آفرید، آسمان ها را آفرید. و بعد در اعمال رسولان باب 4 آیه 12 چنین میخوانیم. پولس رسول میفرماید: و در هیچ کس غیر از عیسی مسیح نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان ما باید نجات یابیم. عزیزان، پس در اینجا میفرماید در هیچ کس، در هیچ احدی عزیزان نجات وجود نداره. نجات چی؟ نجات انسان از گناه، نجات انسان از بدبختیش، نجات انسان از فلاکت و فقر، نجات انسان از اسارت، از تسلط و دیکتاتوری. انسان باید آزاده باشه. عیسی مسیح اومد ما را آزاد کنه. او گفت شما حق را میشناسید و حق شما را کاملا آزاد میکنه. حق یعنی خودش. پس وقتی او اومد فقیر شد، در آخر متولد شد و او در کلام خدا میفرماید او فقیر شد تا از فقر او ما ثروتمند بشیم. عزیزان، عیسی مسیح آمد تا ما را ثروتمند کنه. عیسی مسیح اومد تا ما را خوشبخت کنه. و چه وقت ما میتونیم خوشبخت باشیم، سالم باشیم، پیروز باشیم؟ وقتی که برگردیم به اون حالت اولیه، یعنی همان حالتی که آدم و حوا داشتند. آدم و حوا مرض نداشتند، بدبختی نداشتند. قبل از اینکه گناه کنند اونها خیلی پاک و منزه بودند. قبل از اینکه اونها اشتباه کنند خدا با آنها حرف میزد، اونها با خدای خودشون حرف میزدن. یک مصاحبت و مشارکت شیرین بین خدا و بین خالق و مخلوق وجود داشت. اونها مریض نبودند، اونها فقیر نبودند. خدا گفت که از تمام این درخت‌ها بخورید و یعنی تمام احتیاجاتشون اونجا فراهم شد. خدا اونها را برکت داد، گفت تکثیر بشید و دنیا را پر کنید. عزیزان، امروزه گناه باعث شده که انسان میترسه وقتی زیاد میشن، وقتی جمعیت زیاد میشه. سعی میکنن اونها را به نحوی از اونها را کم کنن، اونها را بکشن. قتل زیاد شده، کشت و کشتار زیاد شده و هم جنس بازی زیاد شده. همه اینها نشانگر اونه که انسان میترسه، انسان واهمه داره، انسان در گناهه و گناهه که انسان را به مرض دچار کرده، به بدبختی دچار کرده.
گناه یعنی خودخواهی عزیزان. گناه یعنی کبر و غرور. گناه یعنی کسی که فقط نفع خودش طالبه، برای دیگران هیچ غمی نداره. گناه یعنی عدم محبت و نفرت کامل. گناه خیلی مطالب میتونید فکر کنید و همه اینها دامنگیر انسان شده. اما کسی که اومد انسان را نجات بده عیسی مسیحه. چرا؟ برای اینکه میگوید در هیچ کس، در هیچ احدی غیر از عیسی مسیح نجات نیست. چرا؟ برای اینکه اسمی دیگر زیر آسمون به مردم عطا نشده. اسمی دیگر، فقط یک اسم به مردم داده شد، اونم اسم عیسی مسیح ناصری. پس عزیزان، وقتی کلام می‌فرماید در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خود خدا بود و به وسیله اون کلمه تمام آسمان ها و زمین را آفرید، یعنی تمام ریاست، قوات، همه اینها، تمام پادشاهی ها، سلطنت ها، تمام قوات زیر دست عیسی مسیح. او میتونه افکار رو عوض کنه، او میتونه این دیکتاتورها رو از بین ببره، اون میتونه تمام کسانی که مغرور شدن و رفتن بالا اونها رو به زیر بندازه و اونهایی که فروتن شدن اومدن پایین، خداوند دست اونها رو میگیره و میاره بالا. کار خدا عجیبه، کار خدا عظیمه، هیچ کس نمیتونه مثل او عمل کنه. عزیزان، امروز اگر گناه دامنگیرته و تو در فقر داری زندگی میکنی، چرا باید ادامه بدی؟ چرا باید نیایی پیش عیسی مسیح و بگی عیسی مسیح من گناهکار رحم کن، بیا و تمام گناهان خودم را میدم به تو. عیسی مسیح آرامش خودش را به ارمغان آورده. عیسی مسیح شادی آسمانی خودش را آورده بده به تو. پس بگو که عیسی مسیح ای منجی عالم، این به منم رحم کن و بار گناهم را بردار و به من آسایش و آرامش روحی و روانی و جسمی عطا کن. به من شادی الهیت را به من عطا کن و قوات آسمانی، برکات آسمانی را به من عطا کن و به من اطمینان نجات عطا کن تا من هم بتونم در تو شادی کنم، من هم بتونم در شادی خودم کامل بشم. و بالاخره عزیزان، کلام خداوند یک موضوع خیلی حیاتی دیگری به ما ارائه میده. میگوید در اول تسالونیکیان باب 4 آیه 13 تا 18 میفرماید اما ای برادران، نمیخواهیم شما از حالت خوابیدگان بیخبر باشید که مبادا مثل دیگران که امید ندارند محزون شوید. خدا نمیخواد تو محزون باشی، میخواد شاد باشی. زیرا اگر باور میکنیم که عیسی مرد و برخاست، به همین طور نیز خدا آنانی را که در عیسی خوابیدند با وی خواهد آورد. زیرا این را به شما از کلام خدا میگوییم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست. زیرا خود خدا با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. پس بدین سخنان همدیگر را تسلی بدید. عزیزان، کسانی که این امید را ندارن محزونن. کسی که نمیدونه کجا باید بره محزونه، دلش گرفته است، ناامیده، مایوسه. ولی اگر تو امروز میخواهی که از این حزن آزاد بشی، مسیح را دعوت کن
تا او نه فقط نجات دهنده تو در این دنیا باشه، بلکه قیامت تو در آینده باشه. بگو ای مسیح من هم میخوام با تو قیام کنم. تمام خداوندا اون فرمانهایی که دادی با دل و جان انجام میدم. مرا قبول کن، مرا بپذیر، مرا از آن خودت بگردان. من از این دنیا پشیمونم و حالا خداوندا کمک کن که من هم این اطمینان نجات و قیامت را در وجودم احساس کنم، داشته باشم. به نام خودت مسیح میطلبم، برای جلال نام خدای حی. آمین. نام عیسی چه شیرین است، کی باشد همچون نامی. چنان که قبل از تولد داد هاتف آسمانی. خواهیم حضور منجی را در عمق وجود ما، بر طرز هر نامی باشد نام عجیب عیسی. آن فرشته سماوی نامش عیسی خواند همی، زیرا با مرگش بر صلیب نجات دهد هر قومی. خواهیم حضور منجی را در عمق وجود ما، بر طرز هر نامی باشد نام عجیب عیسی. بر صلیب او نوشتند این اسم بی همتا را، نشان آزادی ما گشت در خونش هویدا.